امروز با تشبث حکومت افغانستان در شهر کابل لایجرگه یا خود انجمن مشورتی پیران این کشور دایر شد. لایجرگه باید سرنوشت صدها طالبی محبوس را حل و فصل کند. طالبان طلب دارند که قبل از هر گونه مذاکرات صلح با حکومت افغانستان طالبان محبوس از زندانها رها شوند. اشرف غنی پرزیدنت افغانستان قبلا گفت 4600 طالب را از زندان آزاد کرد، اما بر پایه کنستیتوسیون کشور او حق ندارد که طالبان باقی مانده را از زندان رها کند، زیرا آنها در جنایت‌های مدهش دست داشتند. قبل از آغاز برنامه از رئیس بخش افغانی رادیو آزادی قادر حبیب پرسیدم که چه ضرورت به دعوت این نشست پیش آمد. بله، حکومت افغانستان مکرراً روی رهایی 400 طالب تردید و شک نشان داده و گفته که این از صلاحیت حکومت نیست و رئیس جمهور افغانستان خود گفته که این بیرون از صلاحیت اون است و بنابراین لایجرگه مشورتی را فراخوانده تا در این مورد به رئیس جمهور مشوره بدهند. بعد از اینکه 4600 نفر تکمیل شد و به ما قبلا اطمینان داده شده بود که همین آخری چیزی است که از نگاه قانونی ممکن است راه بدیل پیدا خواهد شد. طالبان گفتن که در صورتی که 400 نفر رها شوند امروز 3 روز بعد از امروز مذاکرات رسمی بین هیئت مذاکراننده ما و طالبان ان شاء الله تعالی شروع خواهد شد. و رئیس جمهور همچنان به یک شکل میخواهد که نشان بده در پروسه صلح تنها حکومت او دخیل نیست، مردم هم در این دخیل هستند و از پایه های وسیع مردمی برخوردار است. حکومت اشرف غنی و خود اشرف غنی حمایت مردم داره و فردا اگر تصمیم گرفته میشه در ارتباط به رهایی این افراد، رئیس جمهور میخواهد که به شکل مسئولیت خود را رفع کرده باشه و بگوید که این تصمیم از طرف او نه بلکه در مشوره با مردم گرفته شده. 5 ماه قبل آزادشوی طالبان از زندانهای افغانستان شروع شد، اما طور دیده می شود در این مدت قتل و آدمکشی و خشونت در کشور کم نشد. آیا با رها کردن طالبان کفالت هست که آنها به حیات آسایشته برمیگردند؟ تا جای میدانیم شما امروز با نماینده طالبان هم صحبت داشتید، آنها در این رابطه چی میگویند؟ البته باید همچنان بگوییم که طالبان در صحبت با ما، سهیل شاهین سخنگوی طالبان در دوحه قطر، این اتهامات بر 400 نفر را که حکومت میگه جرایم سنگین را متهم شدن رد کرد و گفت که حکومت این را یک بهانه میسازه به این که پروسه صلح را به تعویق بیاندازه و گفتگوهای صلح آغاز نشه. اما دیده شود که خب البته انتظار همین است که در نهایت صحبت که ما با یک تعداد اعضای جرگه داشتیم، اونا گفتن که اینا خوشبین هستند به این که خشونت ها کاهش پیدا کنه، گفتگوها آغاز شود و یک آتش بس برقرار شود، چرا که مردم افغانستان دیگر از خشونت خستند. تشکر از قادر حبیب رهبری بخش افغانی رادیو آزادی برای صحبت. انجمن پیران افغانستان طبق نقشه فردا به پایان میرسد. از نتایج آن در نشرهای بعدی شما را آگاه میسازیم. در ادامه برنامه درباره طرح ناکام چاینا تاون در خوجند که یک آرزو باقی ماند و همچنان بالاروی معاش و واکنش مردم به آن گزارش خواهیم داد. حالا توجه کنید به یک آگاهی، بعداً برنامه را ادامه خواهیم داد.